به من جگا ما تقریبا برنامه تا برنامه داشتم ده 15 تا کارگر داشتم این جگا تکمیل شد از حساب خدا بیم متوجه پدر ما همو زیرات بیره کرد و یک مچه تا بساز همین جگا مچه جامه ساخته شد مچه جامه تکمیل شد بالش شد پاشت بوم شد استفاده میکرد بیویزگان کنم ساعت 11 و 10 دقیقه بود چای آردن رفتم برای چای بخوره کارگرها دیگه داخل شدن داخل مچه جامه چای خوردم ده 12 تا کارگر دو تا برنا خدی ما و خدی جناب مجلس بود و خدی یک 4 تا کارگر خدی 4 تا کارگر اینا بالا شده پشت مچه تا جامه همینجی چای میخوره ساعت 11 و 10 دقیقه یک صدای وحشتناک صدای گرگر فشفش شد ماجرات که گرگر فشفش شد خیلی یک صدای قوی منفجر صدا کرد خیلی صدای کاری شد همین که صدا شد زمین مکمل فرو ریخت همین یک مچت سابق جناب جلو بود ما افتادم همین ما 5 6 نفر بالای این مچت افتادیم دیگرا همین مچت هم طوری اون امنایی که داخل خود مچه جامع بود اونا کلش شهید شد صدای بیروش صدا وقت سادم دیدی که دود قوی داخل قریه دولخت است یک دقیقه که بیشتر شدیم دولخت کم شد قریه نگاه کردیم که کل قریه هم فرو ریخته یک چند تای کاول خدا که می جگا سر صدا شد اونا رو کشیدیم یک سیاسر کودک کشیدیم دیگه توانم نبود آرتنم قطع شد زنگ زدم که کمک بیا نشد محترم همینجا استاد بود از این جگا داخل همین زمینات رفتم به دشت پایلق سالق با کمک به می غیریا برفتن تا به سرک بند یک دو نفر از مجاهدین از سرک عبور می‌کردن اونا صدا کردن و مسلمانان با کمک آمدن رسیدن با جگا بسیم کردن تا تیاره آمد و تا امارت آمد مردم هم می آمدن بازم کشتار خیلی شدن مسلمان ها خیلی تعداد امکان بالا یعنی 1000 نفر اینا تعداد حدود 300 خونه نفوس اینا یک قریه است یا دیگر قریه 13 قریه 13 قریه خساره سه قریه خیلی خساره دید یکی به نام سیو یکی به نام کشکک یک چند قریه همینطور اما نفوس از این قریه خیلی زیاد است از دیگرها خیلی نفوس زیاد بله تقریبا این سه مچه داشتم مچه جامعه که حال سخته بدیم نفوس از اینا تقریبا دادن این قریه نامش چی است؟ به نام نایب رفیق بله
دو تا برفت از خانواده خود من دو تا غریب کلون است 300 خونه 360 خانه کدومه غریب 300 خونه از یک فیلی دیگه اونجا بوده 11 نفره یک فیلی 11 نفر یک فامیل تو میگه 14 چه این تو 2 5 شو میگم 11 تا و 14 تا و 10 تا زیاده بود شما خود شما کجا بودین وقت حادثه؟ تو مازینا هم بیاد بودیم ما خودم که به ایران بریم دیروز شما خبر دادن که شما بیمونید اینا رو همون دقیقه بدون از نزدیم آه جریان تا او سراس این غریب 300 خونه خیلی بلاه تا مسیج ما بود مسیج ما بیس رادیو میسازه ولی خراب نکنه فقط مرکز زلزله همین سیاه هم بشده خراب شد این زمین که ترقش کرده بود آن فعلی نمیگم از قرار کمی اکریتر که اینجا بتونیم باخچه کار میکردم ساعتی که زلزله شده گفتم یک دم دیدیم که اصطلاح فش شد زمین بلرزه شد این 5 ثانیه نشد دولخ به هوا شد تقریبا 2 دقیقه هم دولخ بود معلوم نشد دولخ گم شد بعد یک دم سکن کلا خوب هیچ چیزی
کردم بادم شروع کردم ما بس بطور برای کلوفا باد ترخص میکرد ترخص ها خودتر بود مثلا زمین با میرفتن کلوفا شده بود بادم میرفتن باد کار کرد رفت برای کلوفا معلوم مرحله اول شدیم نیازمندی شما به این منطقه چیه؟ چی ضرورت داری بیشتری؟ نه نمیدونی ضرورت به شما خوشون بیتر کنه شما چی میکنه من روی کلوفا زندگی چی داره یعنی شما خیلی خود میکنه که زندگی چی داره شما زندگی بیتر کنه که من نمارم زندگی ما تو گروه کلوفا بیشتری نیازمندی شما سرپناهی. سرپناهی بود لطفاً بشیم هم بکنم من اون تازه از من کمان لطفاً بشه چند تا تازه این تازه رو پای لطفاً تازه باشه اون رو بکنم دو تا تازه تو دیگه نشه من تازه خبر نیست تو بیچاره تو جان خدا زندگی ما باشه ما می‌دونیم باشه ما او شامدین همین رو مدینی که اینجا میاد همین میز با مخوری نه چاپی شده او نیست
برافت به چیز رفت بلاخ بولکه یا لکه دیدن زمین مثل تکون خورد گسمندو کار بزن این پس این دو دیز قلم برش از شما کسمت وزیر یک از این شاهدات رفت یک اونجا بش کشت پویا دو جا شاهدات رفت دیگه اساس هم وزیر خاک رفت از فامیلا دیگه کسی کشته و زخمی چیزی نشده از خود دیگه نشد یک شاهدات رفت یک پویا کشت از این وضعیت مردم قریه چی خبر داریم وضعیت مردم غیر هیچ خبری بینه که هیچ نداره هم فراز بشار شد نصف هم کشته شده کس خبر نیست که بچه نه همسایه کسانی هست که امی خود کشته شده زین بیمارستان بچه خبر نیست اون رو لودو را تکوریز یک دختر بول کرده 5 ساله اینم کلا مردش شده کس خبر نیست میونن مرد کردن برو بچه خبر که بچه فیلم کی است بچه فیلم دیگه وضعیت کس خبر نیست کلا چند فامیل به این قریه زندگی میکردن 300 خونه است 350 خونه میترست همین 350 خونه دیگه هم کامل خراب شده دیگه نه سه کنیم خوشم سه کنه یک جای آباد میبینیم یک مسجد جامع میبینیم جامع چپ شد مسجد دیگه هم چپ شد این مسجد میگم نه قرار بوده بسازن بو ساخته بود قدیم پلستر روی بمونده تو 6 نفر به زیر مسجد کشته خداوند برای شما صبر بده ان شاء الله که زندگی خوبی داشته باشیم متاسفانه دیگه خیر بینه شما بخیر باشیم وقت شما خوش خیر بینیم تشکر